خوش اومدین. هادی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ از تو پشت همه این ماجراهایی. هادی خوبی؟ کدوم ماجرا؟ چی میگی؟ این چه بازی کثیفی راه انداختی؟ میخوای زندگی منو نابود کنی؟ چه غلطی داری میکنی تو؟ وا هادی، مثل اینکه این 5 سالی که ندیدمت دیوونه شدی. چی میگی برا خودت؟ امروز یه گوشی پیدا کردم تو خونه، یه عوضی زنگ زده روش، میگه با زنم رابطه داره. بعدم آدرس اینجا رو داده، اومدم اینم تو اینجایی. هرچی بین من و تو بود 5 سال پیش تموم شد. اومدی گند بزنی تو زندگی من؟ نه، مثل اینکه تو راستی روانی شدی. من که اون 5 سال پیشم واسه خوشگذرونی با تو بودم، وگرنه که تو رو آدم حسابت میکرد. تو با اینکه میدونستی من شوهر دارم بازم ورم نمیکردی. بعد من برای تو داستان درست کنم؟ من محمد، تو اینجا چی کار میکنی؟ خب حالا وقتی تصفیه حساب منه بعد 5 سال.